امروزها در سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان ساحه معارف جایگاه خاص داشته، جهت رشد و تکامل آن همیشه چاره‌های مهم و سریع‌وقتی اندیشیده می‌شود. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام و برآمدهایشان پیوسته برای رشد این ساحه کلیدی، تربیت درست نسل نورس و جوان و بهر صاحب علم گردیدن جامعه دستور و سپارش‌های مشخص می‌دهند. برای بلند برداشتن صفت تحصیلات، راه‌اندازی نمودن اصول‌های معاصر و مناسبت با صلاحیت در تعلیم، فراهم آوردن امکانیت‌ها بهر رشد علم و تکنولوژی و فعالیت اینوواسیونی دستاوردهایی میباشند که در دایره سیاست خردمندانه و معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به دست آمده است. امروزها با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص سیاست معارف پروانه پیشوای معظم ملت ساحه معارف جمهوری سال به سال رشد کرده ایستاده است و طبق نقشه حکومت ناحیه کوشانیان بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در نزد مؤسسه تحصیلات مینیم رقم 5 ناحیه کوشانیان صنفخانه‌های الوهگی ساخته به استفاده داده می شود که در عرفه انجامیابی قرار دارد. پس از به استفاده دادن صنفخانه‌های الوهگی مؤسسه تحصیل رقم 5 پر از نورسایی جای نشست و نورسایی صنفخانه‌ها برآورده می شود. در پرتو چنین غمخوری‌ها در ناحیه کوشانیان برای باز هم بهتر و خوبتر نمودن سطح و صفت تعلیم، امروزها کارهای بنیادی در ساحه معارف بیشتر برآمده مانده می شود. در این زمینه از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، صاحبکاران محلی و شخصان سخاوتمند بنیاد یکچند مؤسسه‌های تعلیمی، صنفخانه‌های الوهگی و از تعمیر جاری برآوردن مؤسسه‌ها ادامه داشته در نظر است که تا سال نو خوانش پوره مورد استفاده قرار داده شوند. در مؤسسه ما به سال خوانش نو 23 تا صنفخانه از تعمیر برآمده آماده به سال خوانش نو هستیم. بنابر نرسیدن جای نشست برای خوانندگان ما 8 صنفخانه الوهگی بنای الوهگی در نقشه گرفتیم که تا 35 سالگی جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان باید صنفخانه ما پوره آماده باشند. صنفخانه های مذکور وابسته به طلبات زمان ساخته شده با شرایط معاصر علم آموزی تامین کرده می شوند. این اقدام می تواند برای باز هم بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان، جلب آنها به اندوختن علم‌های زمان و برای از خود نمودن کسب و هنر مساعدت نماید.